آیه 14: مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است، اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. الو دوزاریمون افتاد این دفعه، دهناتون باز مونده. الان آیه رو میزنم رو صفحه یه بار دیگه. اوکی، بریم سر روسری در کلیسا. اصلا گفتم اگر آیه‌ای بتونید به من نشون بدید که کلام خدا میگه خانم ها باید در کلیسا روسری سرشون کنن یا چادر سرشون کنن یا پتو بندازن رو خودشون، من $1000 بهشون میدم. چند نفر برای من نوشتن اوکی، فکر میکنم بهارم به شرط بندان ملحق شد که برای من آیه فرستاده که طبق این آیه خانوما باید روسری سرشون کنن. مرسی مرسی مرسی. کسی دیگه هست برای نشان دادن که از نه دارم، اینجا دارم، اتفاقا از آرزو خواسته بودم جلوتر برام بفرست. در اگه بوازم $1000 میدم به همه اونایی که تکست فرستادن برام و آیه رو نشون دادن که در کلام خدا چنین چیزی اومده که زنا باید روسری سرشون بکنن. $1000 رو به همشون میدم اگه ببازن. حالا ببینیم کلام خدا چی گفته. بریم آیه که اینو میگن باز بکنیم. کدوم آیه رو نوشتن؟ اول قرنتیان فصل 11. مرسی. یکی از آیات خیلی بحث برانگیز بین ایمانداران، بین کشیشان و بین مخالفین کلیسا، اونایی که میخوان کلیسا رو دست بندازن که شما دارین بدون روسری میرین کلیسا، گناه کردیم. نه، داشتم هی دیبیت میکردم، این پا اون پا میکردم که این ردبول رو باز کنم یا نه. فکر کنم که بهاره نوشته شرط نیست، همینجوری کلام خدا میفرماید همچنان که گناه افزایش پیدا کرد فیض خدا هم به مراتب افزایش پیدا کرد. آفرین آفرین که جواب خوبی دادی برای اون کسانی که میخوان از این آیه استفاده کنن و کمتر کسی جواب صحیح رو میده. این یکی از جواب هاست. ولی حالا اونایی که میگن خب چنین چیزی در آیه اومده دیگه، پول رو رد کن بیاد. چشم، بذار اول ببینیم آیه چی میگه. جلو دوربین، ببخشید این قسمت رو باید دیلیت کنم. خیلی تشنم بود. چجوری افتاد تو دوربین خیلی بد شد، نمیدونم، عذر میخوام. تشنم بود چیکار کنم. هول هولکی ضمن این سرود بردیا رفتم یه موز خوردم، نصفش هم اونجا مونده. این دخترم لولو پشت سر من پشت چرخ صندلی دراز کشیده، خدا رحم کنه یه ذره تکون بخورم میره رو شیبونی. اوکی، اول قرنتیان فصل 11 ببینیم چی میگه. ببینیم امشب میتونیم همه رو قانع بکنیم، امروز میتونیم همه رو راضی بکنیم دیگه، اسم این آیه رو نیارن به رخمون نکشن. ببینیم آیه چی میگه. آیه میگه که زنا باید روسری سرشون بکنن و الا گناه کردن. خوبی این که آدم قبل از اینکه کلام خدا رو بخونه دعا کنه اینجاست که خداوند چشمش به چیزای باز میکنه که دیگران نمیبینن. آیه رو با هم بخونیم ببینیم چی میگه. شما بیننده هایی که تازه به همون ملحق شدید
اینو تفسیر کنید. احتمالا همون چیزی رو میگید که این چند نفری که با من شرط $1000 بستن میگن، ولی براتون میخونم ببینیم آیه چی میگه. قواعدی درباره عبادت زنان. اکنون باید شما را تحسین کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی میکنید. اما میخواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می کند. یعنی چی؟ ترجمه کنم. مردی که سر خودشو بپوشونه و دعا کنه، با این کار خودشو رسوا میکنه. اوکی، ببینیم راجع به زنا چی میگه. آیه 5 هم نوشتن، اول قرنتیان فصل 11 آیه 5. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. نای 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 نای. بخونم آیه رو دوباره، خیلی سخته. فکر کردید من به این راحتی $1000 پول بهتون میدم؟ آیه رو یه بار دیگه بخونیم. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. نای 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 نای. حرفتون عوض نشده هنوز میگید زن باید سرش روسری باشه. اوکی. اگر پوشانیدن، ادامه آیه، اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر، بذارمش رو صفحه که شما هم ببینین. این از روی همین انجیلی که من دارم تو دستم دارم، از آرزو خواهش کردم برامون آیه ها رو بفرسته. نای 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 نای. بیا 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 بیا. اول قرنتیان فصل 11. اوکی. نکنه یه وقت من ببازم خرابکاری بشه $1000 مجبور بشم بدم ها. نه. آیه رو میذارم رو صفحه، همگی با هم ببینیم و بخونیم. از اونجایی که هایلایت کردم آیه 6. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سب کنیم. بذارین یه خورده حواسم پرت این میکسر شد که صدا خیلی بلنده. عذر میخوام، کم کنم صدا رو اینجا. اوکی. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. اوکی. میذارم رو صفحه یه خورده هضمش بکنید. بذارین اینجا، من خودم هم بذارم این گوشه ببینم چقدر از صفحه رو میگیره. یه خورده زیادی میگیره. اوکی. یه کار دیگه میکنم، خودم هم بیارم تو آیه رو میذارم گوشه صفحه که بذار اون قلبم از اونجا بردارم. اوکی. به من بگین روی صفحه تلویزیون میتونید ببینید یا نه.
اوکی. اوکی، آنت نوشته که زن بدون روسری یعنی زنی که بدون خدا دعا میکند. اوکی، ببینیم دیگه کیا چی نوشتن. اوکی، خدا رو شکر آرزو نوشته، هم میتونیم ببینیم هم میتونیم بخونیم. اوکی دیگه نفرستین دیگه، من میخوام آیه رو بپردازیم بهش، ببینیم کلام خدا در این مورد چی میگه و بفهمیم که برای خودمون تفسیر نکنیم که یه نفر از راه میرسه میگه اینجا کلام خدا نوشته باید روسری سرتون بکنین فوراً بگیم اوکی، یا بیایم توضیح بدیم نه اینجوری نیست اونجوری، منظور خدا اینه، منظور خدا اینه. نه، دقیقاً به وضوح در کلام خدا نوشته و الان براتون میخونم، گوش بدید. آیه 6 رو دوباره میخونم. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. تا اینجا با هم توافق داریم که آیه خدا چی میگه، درسته؟ این قسمت از آیه رو به یاد داشته باشید. آیات بعدم میخونم، بعد میرم ترجمه اصلی رو هم براتون میارم که با دست خط نوشته شده. تمام این انجیل از روی اون نوشته شده. بذار اون اولیه رو اول براتون بذارم که بعد اینو بهتر بتونید متوجه بشید. اوکی. خوب دقت بکنید که اشتباهی نکرده باشید در فهم و درک این آیه. اگر بتونید به من ثابت بکنید که منظور این آیه اینه که زنا باید روسری سرشون کنن یا چادر سرشون بکنن برن تو کلیسا یا بیرون، $1000 رو الان کردم $2000. آیه رو دوباره با هم میخونیم. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. خیلی آیه واضح میگه منظورش چیه، درسته؟ حالا چون میخوام برم رو آیه بعدی میتونم خودمو بذارم گوشه صفحه. دقت بکنید. بریم سر آیه 14. اول اجازه بدید که از ترجمه اصلی براتون نشون بدم، چون جایی که یه مقدار آدم به شک و تردید برمیخوره که منظور کلام خدا اینه یا اونه، برو به اصل قضیه. الان عکسی نشون میدم از انجیل دستخط، اولین انجیلی که با دستخط نوشته شده بود به زبان فارسی. بعد از روی اون بقیه اناجیلی که میبینید چاپ شده. اوکی عزیزم، اینم انجیل دستخط براتون میخونم. خودمو بذارم این گوشه، دلم واسه خودم تنگ میشه. اوکی. و در پیش خود انصاف دهید که آیا شایسته است که زن نپوشیده خدا را عبادت نماید؟ این دیگه داره قضیه رو یه خورده سخت میکنه. الان همه میگن ما شرط رو بردیم. منم میگم آیه رو خوب متوجه نشدی. دوباره براتون میخونم از انجیل اصلی. و در پیش خود انصاف دهید که آیا طبیعت خود شما را نمی آموزد که اگر موی مرد دراز باشد باعث بی‌حرمتی اوست و اگر زن داشته باشد حرمت اوست، از آنجا که مو در شمار لباس به وی داده شده است. بریم سر انجیل جدید.
عهد جدید. اوکی عزیزان، آیه 14 رو من میخونم، شما میتونید از روی آیه بخونید یا به من فقط گوش بدید و بعد تفسیرش رو از من بشنوید. اوکی عزیزان، الان از روی انجیل اصلی، از روی عهد جدید اصلی دستخط براتون خوندم. یعنی دیگه شک نباید برای کسی مونده باشه که زن در کلیسا احتیاج نداره موی خودشو بپوشونه. حالا بعضی میگن ها چی داره میگه این؟ آیه میگه باید سرش پوشیده باشه. نه، بعضیا عادت دارن یک کلمه از آیه رو میخونن، دو کلمه رو میخونن، بقیه آیه رو حدس میزنن. ولی اگر تشریف ببرید تو اتاق دعاتون، اناجیل رو پهن بکنین جلوتون، از این آیه به اون آیه دعا کرده پیش برین، این اتفاق میفته که الان بهتون نشون میدم. آیه 14: مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است، اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. الو دوزاریمون افتاد این دفعه، دهناتون باز مونده. الان آیه رو میزنم رو صفحه یه بار دیگه. اجازه اول تفسیر بکنم، بعد آیه رو براتون میزنم روی صفحه. کلام خدا میگه موی بلند برای مرد خوب نیست. به همون صورت سر تراشیده برای زن خوب نیست. برای اینکه اگر زنی با سر تراشیده تو کلیسا بیاد، یعنی شوهر خودش رو بی حرمت کرده. آیه 14 میگه موی بلند برای مرد مناسب نیست، خوب نیست. ولی خدا به زن موی بلند داده که با آن سر خود را بپوشاند، با موی خودش سر کچلش رو بپوشاند، نه با روسری. بریم آیه رو با هم یه بار دیگه بخونیم، هیچی نگین، حواس هم دیگه رو پرت نکنیم. آیه 14: مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است؟ آیه 15: اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. با چی؟ با گیسوی خودش سر خودش رو بپوشونه، نه با روسری. میذارم رو صفحه دوباره، خودتون برای خودتون بخونین و بعد برگردین به آیه 16 ببینین براتون چه معنی پیدا میکنه. من براتون میخونم. آیه 16: اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد. پوشانیدن یا نپوشانیدن سر خودش پس بتراشه دیگه، چون تمام هدف از موی زن اینه که سر کچل خودش رو بپوشونه. اگر کوتاه کردن و بلند کردن براش پس سرش اصلا بتراشه کچل باشه. خب این آیه خود آدم میتونه مثلا شک و تردید باشه، بحث به وجود بیاره، ولی آیه 14 15 16 کاملا تفسیر و عادی راحت و بدون بحث میگذاره. با هم میخونیم دوباره. آیه 14: مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است، اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. با چی؟ با گیسوی خودش، نه با روسری، با گیسوی خودش بتونه سر خودش رو بپوشونه. کسی حاضر اقرار بکنه که حق با من بود؟
همه ساکت شدن یه مرتبه. بذارن رو صفحه یه خوره بخونین حال کنین، من بقیه موزمو میخورم. ای خدا. هنوز بذارن رو صفحه باشه. صدای تلفن خفه شد، کسی دیگه نمیخواد بحث کنه. بذارن رو صفحه دوباره ازش عکس بگیرین برای همدیگه بفرستین. آیه مشخصه، اول قرنتیان فصل 11 آیه 14 تا 16 تا 15 ببخشید. همچنین اون جایی که ممکنه برای بعضیا که برای اولین بار به این آیه برخورد میکنن میگن ای اینجا نوشته همه باید با روسری برن کلیسا، یا همه باید از زنا باید با روسری از خونه برن بیرون. ابدا اینطور نیست. خدا گیسوی بلند به همین دلیل به خانم ها داده تا با آن سر خود را بپوشانند. آیه 14 و 15 رو بخونید دوباره. حالا اونایی که فکر کردن $1000 بردن، چند نفر بودن؟ 4-5 نفر بودن مثل این که. اونایی که از ایران نوشتن باهاتون بحث نمی کنم، شما دلار همونجا تو ایران خرج کنیم. ای خدا. ببینید بهاره یه چیز جالبی نوشت که اونم صحیحه. در رومیان نوشته همچنان که گناه در دنیا افزایش پیدا کرد، فیض خدا به مراتب بیشتر افزایش پیدا کرد. اگر فرض کنید 2000 سال پیش که این حرفا نبود، ولی فرض کنید در زمان آدم و حوا به خاطر گناهی که حوا کرد، در واقع آدم رو خدا مسئول دونست چون حوا از آدم به وجود اومده و آدم مسئول همه چیز بود. آدم فریب خورد. حوا رو خدا میتونست دوباره درست بکنه، یه دنده دیگه آدم رو در بیاره درست بکنه، یا خود حوا رو یه خورده نصیحتش بکنه درست بکنه، به خاطر آدم ببخشتش. ولی از اونجایی که گناه به وسیله زن به مرد داده شد و وارد این جهان شد، یه عده زیادی از زمانهای بسیار قدیم، از همون زمان آدم و حوا به بعد، از زمان نوح، ابراهیم، غیره، همه زنا رو پایین آوردن و میگن زن گناهکاره، زن نمیدونم. در اسلام که علنا نمیشه زن نمیفهمه اصلا، فقط بره بچه بذار. ولی انجیل صریحاً میگه خدا زن و مرد را یکسان آفرید، در همه چیز یکسان هستند. اگر زن قرار موشو بپوشونه، مردم بره بپوشونه. آیه رو بخونین یه بار دیگه. آیه 6 براتون الان بیشتر معنی پیدا کرده. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد.
و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. ولی با چی پوشیده باشد؟ نه با روسری، نه با برقه، نه با چادر. آیه 14 داره، آیه 15 داره به وضوح میگه. اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. حالا انجیل قدیمی رو که براتون میذارم روی صفحه، اونم بیشتر براتون معنی پیدا میکنه، چون خوندن اون یه خود مشکلتر، همونطوری که میبینید. و در همون آیه 13 و 14 و 15 از همون 15 فقط بخونم که نه از اولش بخونم. و در پیش خود انصاف داشته باشید که آیا طبیعت خود شما را به خود شما نمی آموزد که اگر موی مرد دراز باشد باعث بی‌حرمتی اوست و اگر زن داشته باشد حرمت اوست. اگر زن مو داشته باشد حرمتشه. از آنجا که مو در شمار لباس به وی داده شده است. یه خورده به قول انجیل با انصاف رفتار بکنید. مو در شمار لباس برای سر زن بهش داده شده، موی بلند. بذارم دوباره رو صفحه، من حرفی ندارم، میذارم بفرم. اینو میذارم. اون انجیل از اینم میخواید عکس بگیرید، در خدمتتون هستم، بگیرید. تکرار برنامه‌ام فردا میتونید ببینید. و در اینجا از ترجمه جدیدترش هم میتونید عکس بگیرید که راحت‌تر میتونید بخونید. و ترجمه های انگلیسی قدیمی جدید همه چی یه چیزی رو میگن. ولی ببینید اون جایی که عیسی، کلام خدا میگه که عیسی چشمان روحانی اونا رو باز کرد تا بتونن کلام خدا رو تشخیص بدن، این معنی رو میده. ببینید چند میلیارد مرتبه از 2000 سال پیش تا الان تمام کلیساهای دنیا سعی کردن این آیه رو توضیح بدن. ولی وقتی که موقع دعا کردن خداوند چشمان منو باز کرد، فقط لبخند زدم، دمت گرم خدایا، خود شکرت. البته قبلا یکی دیگه از توضیحاتی که خود من میدادم این بود که اینجا کلام پولس داره توضیح میده که این نظر منه نه نظر خداوند. ولی چون با یک بحث دیگه قاطی میشد بعضیا نمیپذیرفتن. ولی ببینید جالبه چیزی که امشب با هم دیگه خوندیم در مورد رستاخیز مسیح، در مورد قیام مسیح از مرگ، خوندم براتون از روی انجیل که وقتی که عیسی به این دوتایی که داشتن تو راه میرفتن به طرف جزیره، به طرف شهر امواس فکر میکنم اسمش بود اگه درست خاطرم باشه، داشتن میرفتن، عیسی هم اومد بغلشون با اینا شروع کرد قدم زدن. نگاش کردن دوباره به حرفای خودشون، نشناختن عیسی رو، چون حواسشون یه جای دیگه بود. وقتی عیسی به رسولاش ظاهر شد لب دریا، لب ساحل، وقتی به رسولاش گفت تو رو بندازین اونور ماهی، یکی از عزیزان تلفن کرد گفتش که نه، این چون 100 متر فاصله داشته نشناختنش. ولی کلام خدا میگه وقتی که بهش رسیدن و ماهی رو بهش دادن هنوز نمیتونستن بشناسنش. هنوز مطمئن، نمیگه نمیتونستن، میگه مطمئن نبودن. حتی وقتی نشستن و عیسی به پتروس میگه به گوسفندان من غذا بده، از گوسفندان من پاسداری بکن، نگهداری بکن، تازه دوزاریش میفته. و اونجایی که اون دو نفر
عیسی رو میبرن خونه، نمیدونن عیساست، میبرن خونهشون که با همدیگه غذا بخورن. عیسی نون رو پاره میکنه میده دستشون و چشمان روحانیشون رو باز میکنه که بتونن هم کلام خدا رو تشخیص بدن هم عیسی رو بشناسن. توضیح به این سادگی من ندادم، تو انجیل تو کلام خدا نوشته، من نگفتم. بعضی از ما فکر میکنیم، وقتی میگم بعضی از ما ایماندارا، که آره بابا من کلام خدا رو 20 مرتبه خوندم، از اول تا آخر خوندم، 50 مرتبه خوندم فلان. اوکی، نمیگم نخوندی، ولی چقدر از این 20 مرتبه، 50 مرتبه، 2 مرتبه رو با هدایت روح القدس خوندی؟ چند مرتبه قبل از اینکه بخونی دعا کردی خداوندا کلامت رو برای من مکاشفه بکن. مکاشفه یعنی کشف بکن، برای من کشف، به من کشف بکن. ای خدا، کلامت رو برای من همون مکاشفه بکن، باز بکن که من بفهمم. ببینید این کلام طوری نوشته شده که فرزندان خدا بخونن و تشخیص بدن. شما این انجیل رو بده دست، حالا میخواستم یه چیز دیگه بگم ولی به دست یه بی ایمان، میخونه از اول تا آخرش میخونه، میگه اینجا نوشته عیسی پسر خداست، مگه خدا زن گرفته بچه دار شده؟ بابا جوابش هم نوشته. وقتی جبرائیل به مریم ظاهر شد، به مریم گفت روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند و از این سبب آن نوزاد مقدس به پسر خدا ملقب خواهد شد. لقبش میشه پسر خدا. خیلی سخته، یکی به من بگه، فهمیدنش خیلی سخته. لقب کسی میدونه یعنی چی؟ لقب یعنی عنوان. فکر میکنم بذار تو دیکشنری نگاه کنم. لقب نوشته عنوان، نام، اسم، مقام، دیگه صفت، اصطلاح، برچسب. بابا این به معنی این نیست که خدا رفته زن گرفته بچه دار شده. لقب عیسی شد پسر خدا، ملقب به پسر خدا شد. چرا؟ به همون دلیلی که کلام خدا آدم رو هم میگه پسر خدا، چون آدم هم پدر جسمانی نداشت، عیسی هم پدر جسمانی نداشت. همین تموم شد. حالا بیایم توضیحات فلسفی بخوایم بدیم ملت رو گیج کنیم، همینجوریش ملت گیج هستن. آقا چرا میگید عیسی خداوند است؟ مگه خودت نمیگی عیسی روح الله؟ روح الله یعنی چی؟ عیسی خداوند است. ما فارسیشو میگیم، شما عربی میگی. همین. جسم عیسی انسان کامل بود، روحی که در عیسی بود روح خدا بود. لقب عیسی چون پدر جسمانی نداشت شد پسر خدا. همین. چقدر تو 30 ثانیه براتون توضیح دادم، 1 دقیقه. نه، کسی که بخواد ایمان بیاره راحت باور میکنه. کسی که بخواد فقط ایراد بگیره مسخره بکنه دیگه لازم نیست من بهتون بگم. به هر حال اجازه بدید یه سرودی با هم بشنویم. فکر میکنم که کم کم باید آماده بشم برای خوابیدن، ولی امکان داره که خطوط رو هم باز بکنم برای دقایقی. بذار ببینم چی اینجا دارم براتون پخش بکنم. یا عوضی اشتباه شد. چرا این اتفاق افتاد؟ به دلیل اینکه چراغش روشن نبود. پیش میاد دیگه اینجوری اتفاق میفته.
ای یا یا یا. که این سرود با هم گوش بدیم تا تصمیم بگیرم چیکار میخوام بکنم. قاسم گفته یه بار دیگه آیه رو بذارم عکس بگیره. اوکی، بذار من این سرود، چون اون آیه رو از یه فولدر دیگه باید در بیارم، این سرود با هم گوش بدیم. الان میام پیشتون. قاسم خواهش کرده بود که این چیز رو بذارم، اسمش چیه، اون آیه گیسوی زن رو بذارم، سر پوشیده زن. الان میذارم روی صفحه اگه هنوز اینجا داشته باشم. هم قدیمی رو میذارم هم جدیدی رو. چون میخواد عکس بگیره. این از انجیل دستخط قدیمی و اصل هست که همه اناجیل رو از روی این نوشتن. میتونید عکس بگیرید از روش. در مورد پوشش سر زن که بعضیا فکر میکردن منظور روسری هست، به هیچ عنوان اینطور نیست. منظور خدا موی زن هست. آیه کاملا به وضوح اینو توضیح میده و همین رو ترجمه جدیدش رو هم دارم، الان براتون میذارم روی صفحه که راحت تر بتونید بخونید. آیه 6 از بالا بحث رو شروع میکنه و در آیه پایین آیه 15 این مسئله رو به نتیجه میرسونه که اما برعکس گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است که با آن سر خود را بپوشاند. با گیسوان خودش زن سر خودش رو بپوشونه، نه با روسری. مرسی از قاسم که این آیه رو خواست براش دوباره بذارم روی صفحه. نمیدونم صدای والیومم چرا پایین رفته اینجا، شاید صدای خودم پایین رفته. اوکی، امیدوارم عکس گرفتی قاسم جان که از رو صفحه بتونم بردارم عزیز. این ترجمه جدیدش بود. ترجمه قدیمی رو هم برات میذارم روی صفحه آن دوباره که از اونم بتونی عکس بگیری. اینم ترجمه دستخط قدیمی. از اینم عکس بگیر عزیز جان و بیام خدمتتون. فکر کنم عکس گرفت. آخه تفلک تایپ کرده لوگو نذاشته بودم که گذاشتم.